دولت‌های بیکنظرова با چرخ دادن ماشین درزدوزی چرخ زندگیش را هم می‌گرداند. پیش فقط برای دختران دهه‌شان پیراهن و بالش قراق می‌دوخت. حالا برای فروشگاه بزرگ فرانسوی در آسیای مرکزی می‌دوزد که چند پیش در دوشنبه باز شد. برای فروشگاه اشان و ما فرمایش دادن، خیلی کشلوکچه‌ها فرمایش دادن، سمکه‌ها فرمایش دادن هازی به ما. من اینو قراق است، من ای دارد با اینجاش جیبکچه دارد. یا از قراق‌های ملی تاجیکی خودمان تیار میشوند اینو. برای هر یک سمکه یا همیان دولت‌های بیکنظرova از 20 تا 25 سومانی میگیرد. بازار را هم آموخته است و با نظرداشت تقاضا به مالش کار میکند. با وجود زندگی در روستای دوردست دوران نوریدینوف در ناحیه باختر که جای کار ندارد، او دست نگر نیست و در کنار شوهر مهاجرش در تامین 4 فرزندش سهم میگذارد. میخریم توشه، میدوزیم، میفروشیم سیسمی. هازی همی خیلی زکست شده به همی میزوجو همی ها را دخته استاده. محصول دست دولت‌های بیکنظرova با مساعدت اساسیاسیون زنان صاحبکار تاجیکستان به بازارهای کلان و فراتر از روستا راه یافت. نماینده اساسیاسیون میگوید دولت‌ها یکی از آن ده‌ها زن هنرمند است که توانستند از خانه بیرون نآمده پول کار کنند. در 8 ناحیه‌ای که ما فعالیت میکنیم شماره این نمود زنان زیاد شده استاده است و حالا گویم زیاده از 37 نفر زنان گویم در دیگر نمودی ساحه‌های صاحبکاری زنان کار خود را آغاز کردند بعد فعالیت لایحه، لیکن 37 نفر زنان محض در همین ساحه هنرمندی چی و قراق دوزی چی و گلدوزی گویم دیگر نمودی دوزندگی یعنی آنها فعالیت برده استادند. آرزوی این بانوی هنرمند که در خانه خاکسارانه ولی پاکیزه زندگی میکند، رونق دادن تجارت و آموختن هنر به دختران و زنان بیکار در روستایشان است. دولت‌های بیکنظرova میگوید روبچین خانه و کارهای روزمره برای زن مهم است، اما مهمتر از آن هنر است که در همه جا خریدار دارد و نمیگذارد کسی به خصوص زنان خار و دستنگر شوند.